سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. الان ساعت دیگه 5 صبح و 5:25 دقیقه شده. تا 20 دقیقه هم تا نور و پایه و این چیزا رو اوکی کنم، میکروفون رو اوکی کنم، میذاره طول کشیدش. بعد بریم شب الفصل، از اونجا میریم پارک و تمرین میکنیم، ورزش میکنیم. و اینکه الان بعد صبحانه یه چیز نون توست پروتئینی و کره‌بارون زمین و یه دونه قهوه میزنیم روش. هم رو نون توست و کره‌بارون زمینی باید ذره سس شکلاتی بریزم چون که ذره تلخ میشه، اونجوری نمیخوام چیز بشه، میدونی. و اینکه باید دستات هم بشورم الان اونا رو بخوریم، بریم دیگه، هیچ دیگه، بریم سراغش. لیتس گو. بچه من اینو آماده کنم و دیگه بخوریم و آماده بشم لباس اینو برم شب دیگه. خب بچه ها، الان یه دونه صبحانه رو یه چیزایی زدم. الان یه دونه ویتامین سی میخورم، قرص جوشان ویتامین سی میخورم که مریض نشم و بدنم در مقابل سرماخوردگی و این چیزا، که الان چون هوا سرده، واقعا یخ پاییزه، برف بارده، شمالی هم شمالی. اون ویتامین سی رو بخورم الان آماده بشم بریم که پیش عبال دیگه. سری باید بریم، خیلی سری. چون من آماده شدم دیگه، بریم ترکم بشه عبال. لیتس گو. خب بچه ها، من الان از خونمون در اومدم. اینجا دقیقا همون در خونمونه. میدونم که نونوایی ها بچه من حافظ گوشی رو بر نداشت. منم خودم الان بدون میرم توی پارک تا گرم بشه. الان نردویی میکنم تا پارک تا بدنم ذره گرم بشه، سردم نشه تو این هوای سرد. بریم بچه بودو این دیگه. لیتس گو. بچه اینجا پلیس هم هستش، فکر کنم الان گیر بده، فقط نگاه کنید. همکاران پلیس عزیز بی زحمت گیر ندید به ورزشکارا سر صبح. خدا شکر بچه گیر ندادن انگار، پشمام. اینجا خونه حافظ ایناست. تو ویدیو قبلی رفتیم مغازشون، همینجا. بریم بس من دوباره به حافظ زنگ بزنم. بریم بالا. بچه خدا وکیلیش، یعنی شانس آوردم سگی. خدا رو شکر حافظ بیداره. من فکرم خوابه، لطفاً باید تنها برم، زد دپرس میشه آدم حالش. ولی نه، بریم اینجا. زای نور هستش بچه، بریم اینجا قشنگ نور هستش، از اون استفاده کنیم. الان میریم بچه اون پارک. خب بنا ابوالفضل میریم اونجا، پارک پدر. الان دیگه بریم جلوی در حافظینه. خدا شکر حافظم برداشت. الان دیگه بدون استرس بریم جلوی درشون، بدون اینکه حوصله‌مون سر بره دپرس بشیم. بریم جلوی درشون دیگه. هیچ کسی نیست بچه، فقط کسایی که پیشرفت میکنن، دوست دارن بدنشون خفن بشه، سلامت باشن، الان بیرون. فهمیدید؟
اگه شما هم دارید این ویدیو رو تا حالا میبینید حتما دیگه از فردا صبح با من بلند میشید و شما هم یه کانال میزنید و ویدیو میذارید اولین 5 صبح ورزش با کمک ارمیا. کانال میزنید، موضوع ویدیو این باشه، اسم ویدیو این نباشه. میگم چی اشتباه گفتم، موضوع کارتون این نباشه، اسم ویدیو که میذارید این باشه که اولین 5 صبح، اولین ورزش 5 صبح بعد به کمک ارمیا. کانالتون هم اسمش هر چی میخواید بذارید، مهم نیست، بر خودتون مهمه. در کل همین دیگه. بذارید که منم ببینم چند نفریم، انشالله تیم تشکیل میدیم و کلی پیشرفت میکنیم و ویدیو خفن تر میگیریم. حالا منتظر موندم تا آقا ابوالفضل جناب داداش گلم بیاد پایین. چنم از صحنه حماسی ورود آقا ابوالفضل گل که در داره باز میکنه. سلام داداش. خوب شدی. داداشم بپوش خودت آماده کن که بریم بهت کنه. داداش ابوالفضل آماده دیگه نه؟ آماده ای؟ با این برزیلی که تو گرفتی خدا میدونم فکرم 10 کیلومتر بوده. برزیل تاثیر داره؟ تو فکرم می‌خواد 10 کیلومتر بدوی. من شد 10 کیلومتر صبحانه نخوردم. یه ذره نرم داریم که شوخی کردم. یه ذره نرم من داریم. جورابم نپوشیدم، من اینجوری بیام بودم که چی بشه. بچه ابوالمظلوم تو کامنت ها کشته ندی ول نمی‌کنی که تو. ما میریم حال میکنیم. خب بریم بدویم دیگه. برو تا گرم بشه نرمداری کنیم. بچه امروز تو نیم ساعت میخوام کار رو ببرم. تو نیم ساعت ورزش رو تمام میکنیم، یعنی با استراحت‌های خیلی کم هر تمرین رو انجام میدیم الان و ببینیم چی میشه دیگه انشاءالله. آره حافظ به فدر بوده فکر کنم. اینو نمیگم. آقا این تمرین رو مسلط شو. حالا این چیزا میگم. چیزا میگم. همین اینو دارم چیز. همین اوکی. فعلا یه دونه بچه 30 تا رفتم شنا، 3 تا هم 20 تایی، فکر کنم 100 تا شد. حالا مونده انواع شنا باید برم. بعد شنا رو پنجه هم باید برم رو انگشتام. بعد شنا رو مشتام داره دیگه تمام میشه. بیشترم باید از این چیزا تمرین کنم، شناهای وایستاده برای مچ اینجوری. انگشتا دیگه اصلا به درد نمیخورن.
بچه خدا وکیلی ورده از این پریسا به چیز دیگه است. دیدی گنجشکایی رو پرنده هوایی که داره آروم آروم داره صبح میشه. خیلی خفن. اگه تونستی یادتون نره بچه گفتم یه کانال بزنید اسم اول ویدیوتون رو بذارید اولین ورزش 5 صبح به کمک ارمیا که من ویدیوتون رو بتونم راحت پیدا کنم و با هم دیگه به تیم تشکیل بدیم. Baby. بریم عوض جان. واقعا با فصل دوباره ورزشم چه داشت؟ ورزش نکردم که گوش شدیم شدم. به مرور زمان عالی میشه. به مرور زمان که خوب بودم. الان امروز اینجوری شدم نمیدونم چرا. خب روی ناکجی دست ناز میکنی سگا رو اونقدر با وفان با آدم دیگه میان. مثل مدگلای دورمون نیستم. مدگلای دورم. وای بچه ها دارم میبیرم. بچه ها میریم مغازه آفزینا اونجا نظر میشینیم و بعد آفز هم میره هیچی دیگه من رو نکنه غذا میخورم آفز هم بره سرکای دوش بگیره ما هم کلی کار داریم هر کاری روز بچه بریم مغازه این چی میشه دیگه بقیه حرفا رو بهتون میگم که قراره بازم چیکار کنیم Let's go بچه های عزیز و گل دوستان عزیز و گل گلا بچه هفته 2 تا 4 تا ویدیو آپلود میکنیم انشاءالله چون که هر روز نمیرم ورزش و فقط روزایی که باشگاه ندارم میرم ورزش توی پارک و ویدیو گرفتن از اون روز یعنی چی؟ یعنی روزایی که باشگاه دارم چون که تو باشگاه ویدیو گرفتن داره سخته چون تنها اگه باشم هی بعد من ویدیو رو درست کنم اینجور چیزا از 3 ترم از تمرینم میافتم دیر به دیر میشه طول میکشه تایم باشگاه ورزشگاه دارم فقط روزایی که همینجوری میام ورزش پیاده روی ورزش میکنم الان تو پارک میدویم اینجور ویدیوها میذاریم و انشاءالله آینده ویدیو باشگاه هم میذاریم اگه شد دیلی آپلود میشه یعنی هر روز ویدیو میذاریم حتی از روزایی که باشگاه هم دارم انشاءالله همینجوری پیش بریم اسم کانال که بچه سایرس بوی یعنی پسر کوروش شاه شاهان پادشاه هخامنشی پادشاه جهان عشق من نفس من زندگی من خدا اینکه هیچی دیگه یه ذره بچه بشینم یه ذره راجع به امروز چه کاری قرار انجام بدم بنویسم دوباره میبینیم تو هیچ دیگه آره دیگه در خب بچه ها برنامه ریزیامو کردم تو دفترچه برنامه ریزی امروز هم نوشتم میدم داره قشنگ داره یه لوله میده که داره میره پایین قشنگ خالی بودنش دارم حس میکنم سری برم خونه و تا داشت بار بری دوش بگیری
و غذای چیز بخوری بری سر کار. انشالله که موفق باشی، خسته نباشی. سلامت باش. بوس بهت. من با این سیسترم میگم بوس بهت. اچا جون. من برم خونه. بهش خداحافظ. تو اون گوسه مونه. وای. کار نداری برام؟ نه. چند بار فقط. برو به شارت برس ویدیو رو تمام کن دیگه. خداحافظ داداش. ببینمت. بای بای. خب بچه عزیز، من اومدم خونه و داره آفتابم دیگه در میاد، داره میاد تو ویدیو فکر کنم دیگه آفتابم. اینکه دارم با دوربین سلفی میگیرم ویدیو رو، امیدوارم که اشکالی نداشته باشه. ببخشید اگه کیفیتش پایینه. خواستم بهتون بگم که بچه اصلا برای من مهم نیست که ویدیو اینجوری مونده اصلا مهم نیستش. خب فقط دارم همینجوری میذارم و سریع فقط از ویدیو بگیرم و شما صدای من رو به خوبی بشنوید با این میکروفون که صداشم خوبه، و اینکه فقط قیافه منو ببینید و کارهایی که تو ویدیو انجام میدم، کارهایی که دارم انجام میدم تو زندگی و کارهایی که ورزش صبح اینا رو انجام میدم میخوام ببینید. خب اصلا مهم نیستش که کیفیت، اصلا مهم نیست، فقط شما منو ببینید. خب کیفیت هم مهمه ولی دیگه نمیدونم دقیق باشه، نمیدونم اینو به چی اینقدر اندازه گیری کن، چجوری باشه، چجوری بمونه، اینجوری نه. فقط اگه قیافه منو ببینید، بدن منو ببینید و جاهای دیگه و کارهایی که انجام میدم، ورزشی که انجام میدم و صدایی که حرف میزنم، صدام اگه با کیفیت باشه، اینا رو بشنوید و ببینید و خوب باشه، همین راضی ام من. خب اصلا میخوام واقعی باشه کانال. خب واقعی، نمیخوام بازیگری انجام بدم یا حرفای چیزی بدم، واقعا دارم بهتون میگم. اینکه چقدر تو حسابم پول هست این اصلا برام مهم نیستش. میگم آقا من دوستم با شما راحت باشم. خب تویی که داری میخوای ببینیم فکر کنی داری با رفیق حرف میزنی. خب میخوام راحت باشیم ما هم دیگه، همین بس خودمونی قرار حرف بزنیم، مثل دو تا رفیق داریم میگه حرف میزنم من و تو با هم دیگه. اینکه واقعا زندگی نوجوان مثل منو ببینی که دارم پیشرفت میخوام بکنم، ورزشکار میخوام بشم، بدنم میخوام سلامت همیشه داشته باشه، سلامتی داشته باشه بدنم، اینجور چیزا دیگه. من برم سرویس ذره اتاقم منظم کنم و بعد دوباره شروع به ویدیو گرفتن میکنم از غذایی که درست میکنم برای صبحونه خوردن و آره دیگه همین دیگه. Let's go. خب بچه‌ها یه در نیاز به روغن داریم، گازم که روشنه، 2 تا تخم مرغ نیاز داریم با جوی 2 سرپرک و همین فکر کنم نزدیک 40-50 گرم پروتئین داره و نزدیک 900 کالری هم داره. پشماتون. خب بریم سراغش. خب بچه‌ها جوی 2 سرپرک اینجا میذاریم. بچه‌ها من دوست دارم با زردشم باشه. خب حالا شما دوست دارید با سفیده بخورید. آقا نیاز به نمک داریم یه ذره؟ نمک رو زدیم، یه ذره فلفل میخوایم. برای اولین بار میخوام یه ذره زردچوبه بدم ببینم چجوری میشه. زردچوبه تموم شده، الان باید هم بزنیم و مثل آب بشه. حالا یه چند قاشق جوی 2 سرپرک اضافه میکنیم. قاشق بسته. همین رو به هم میزنیم تا یکی بشن. فکر کنم دیگه اوکی باشه، اشاره نریزه. آقا اگه زیاد
زیاد چیزش کنید شبیه نون میشه، خمیر میشه. بعد یه ذره هی همش بزنید تا شبیه چیز نشه دیگه، مثل نون یا کیک نشه. اینجوری من امتحان کردم، یه ذره یک کوچولو بد شد. به هم میزنم که بفتش مثل همون تخم مرغ خودمون باشه که به هم خورده باشه، یه ذره آبکی باشه. خب آره بهتون نشون میدم. چه خدا وکیلی با این که خب ظاهرش غلط اندازه، یه لحظه بیزنم، با این که ظاهرش غلط اندازه ولی به شدت پروتئینی و کالری بالاه. یعنی راحت شما رو برای اونایی که دور حجم میخوان حجم بگیرن، به نظر حتما این تو باید یکی از وعده هاشون باشه، یادتون باشه. آره دیگه بریم یه سس هم بزنیم بهش که یه ذره مزه‌دار بشه. خدا وکیلی یس میریم که سسو بزنیم. واستا اینو باید با یه انگشت الان من باید واقعا یک لحظه بیزمت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کسایی که زیاد اونایی که چاقن بچه اصلا پیشنهاد نمی‌کنم بهشون سسو. از نظر من باید تحمل کنید و چی؟ نظر من تحمل کنید و بدون سس بخورید. خدا وکیلی. ولی ببخشید دیگه اگه دهنتون رو گفت واقعا من ببخشید، چون که بالاخره دیگه موضوع کانال و ویدیو همینه دیگه، ورزشی و تغذیه‌ای و انگیزشی. بریم برای خوردنش بچه‌ها. اینو میخورم من و دوباره میبینمتون. گود بای. خب دوستان عزیز، بچه‌های عزیز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اولین بارم شیر و قهوه و عسل رو هم قاطی میکنم، خیلی خوب میشه. چیکار کنید؟ اول از همه قهوه پوزش میریزید تو لیوان، یه قاشق غذاخوری آبجوش ذره میریزید روش، بعد شیر اضافه میکنید، بعد عسل یا شکر هم خواستید اضافه میکنید که شیرین تر بشه. عسل بهتره چون که نسبت به شکر قندش پایین‌تره و طبیعیه قندش. خب خواص خودش هم داره، انرژی هم میده عسل چون قند داره، به خاطر هم. حالا به جز از اینا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، از این روز من، از این برنامه‌ریزی و ورزش خوشتون اومده باشه و امیدوارم که یعنی حتما باید این کارو انجام بدید. 5 صبح بلند شید، برنامه‌ریزی کنید، تغذیت خوب باشه، وعده‌های زیاد اما سبک. یعنی مثلا روزی حداقل 5-6 وعده غذا بخورید، شاید هم بیشتر، ولی سبک بخورید که مثلا هر 2-3 ساعت گشتتون بشه یا دلتون میخواد چیز بخورید. حتما صبحانه رو باید حتما پروتئین بخورید، چون که بیدار میشید بدن نیاز داره به همه چی، نیاز به پروتئین، نیاز به چیزای مفید. و بیدار که میشید چون بدن گشنه است، خوابیده و بلند شده و تو شب موقع خواب کلی بدن فعالیت کرده، گشنه میشه بدن، به انرژی و پروتئین و کالری نیاز داره. و اولین چیزی که میخورید خیلی مهمه. اول چیز میتونه چیز پروتئینی باشه یا اصلا یک لیوان آب باشه. یک لیوان آب بخورید نیم ساعت بعد صبحانه رو بخورید، یا هم که اولین چیزی که میخواید صبحانه‌تون باشه ولی پروتئینی باشه، مثل چیزایی که من خوردم. و این اما از این در وعده‌های دیگه هم میتونید پروتئین مصرف کنید بازم، ولی صبحانه رو بیشتر سعی کنید. هیچی دیگه، قبل و بعد ورزش هم براتون باشه حتما پروتئینی بخورید، خب کالریش هم بالا باشه دیگه، بدنتون الکی عضله سوزی نکنه یا انرژی زیاد مصرف نکنه، مثلا بذار برگرده اون انرژیه. و همین دیگه، امیدوارم که شما این کار رو انجام بدید مثل من. 5 صبح لباس خوب بپوشید، غذای خوب، برنامه‌ریزی خفن، ورزش خفن صبحگاهی و حالا چیزای دیگه هم اگه شد بهتون بازم میگم ویدیوهای بعدی، روزهای بعدی. و یادتون باشه تو ویدیو هم 2 بار گفتم، الان میشه بار 3. حتما یه کانال بزنید، اون کسایی که واقعا میخوان ورزش کنن. الکی یه روز کانال یه روز ویدیو بذارید، نه، منظم باشید. تو همون ویدیو اول سعی کنید بگید که الان من تو ویدیو دوم گفتم، ویدیو اولم واسه چند هفته پیشه که الان دارم یه روز زمین دارم آپلودش میکنم. بگید بچه ها تو همون ویدیو اولتون سعی کنید بگید که قراره ویدیو رو چجوری آپلود کنید، موضوع کانالتون چیه، چجوری میخواید باشید، چجوری میخواید فعالیت کنید، چجوری میخواید آپلود کنید، همه چی رو بگید، اسم کانالتون، همه چی رو. و خودتون باشید مثل من. خب هیچ بازیگری ادیتاژ زیاد نکنید، فقط در حد زیرنویس و زوم و یه سری آهنگای آرامشی آروم با از این ترانزیشن‌های خیلی سبک که ویدیو ذره ساده باشه و به دل بشینه، آرامشی باشه، انگیزشی باشه. این چیزا خیلی مهمه. خب همین دیگه رفیق، امیدوارم که سالم و تندرست باشی، شاد، خوشحال، کل روزت همینجا خفن و
خوشحال و سرزنده و سلامت باشی. سایه پدر مادرم همیشه بالا سرت باشه و هوای یه نفرم نگه دار. پول واقعا خیلی مهمه، حتی رو سلامتم تاثیر میذاره، ولی خب ورزش هم سلامتشو میذاره، ولی واقعا پول خیلی مهمه، قدرشو بدونه. خوراکی ها رو قشنگ بنداز آشغال، اگه خریدن بنداز آشغال، اصلا نخورش. خب اصلا نگران پولت نباش، همون که بندازی تو آشغال خوراک نخوری بهتر از اینه که بخوری. اصلا بخوری پولت حروم میشه، از هدر میره. خلاصه نخور، خب بنداز دور. به جای اون جمع کن 50 60 تومن میتونی چیزای مفید در بخری، حداقل 15 20 تومن جای دو سر بگیر، چه بدونم شیر بگیر، تخم مرغ بگیر برای خودت، این چیزا رو بگیر درست کن. نمیخوام زیاد حرف بزنم و عدد دانشمندا در بنام رفیق، دوست دارم خیلی. هوای خودت داشته باش. ان شاءالله که همه کل نوجوانا و بچهای ایران همینجوری با هم دیگه ان شاءالله بریم جلو، پیشرفت کنیم، بدنمون خفن بشه، سلامت باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، ذهنمون رو خفن تر کنیم، قوی تر کنیم و همین دیگه. تا ویدیو روز بعدی، خداحافظ. گودبای.